وفا نظروف رسوم خلقی تاجیکستان، رئیس اکادمی مصوری جمهوری و برنده جایزه دولتی به نام رودکی روز 12 ینور سال 2024 در سن 83 از عالم چشم پوشید. در این باره وزارت فرهنگ تاجیکستان و دوستان و نزدیکان رسام معروف خبر دادند. درباره علت مرگ وفا نظروف چیزی گفته نشده است، اما گفته می شود که مراسم وداع و نماز جنازه وفا نظروف روز جمعه 12 ینور در مسجد نو محله لچوب شهر دوشنبه برگزار می شود. وفا نظروف 6 ماه سال 1940 در دهه دیودره نویه شوراباد به دنیا آمده است. پدر وفا نظروف سال 1943 در جنگ بزرگ وطنی به نام نشان شد و او یتیم ماند. در خانه کودکان نویه خوبلینگ به وی رسید. وفا نظروف سال 1960 آموزشگاه رسامی شهر دوشنبه را ختم کرده است. در سالهای دانشجویی همچون کارگر در ساختمان مناره تلویزیونی در پایتخت کار کرده. بعد ختم آموزشگاه سال 1960-1963 همچون رسام تهیه‌گر در تلویزیون تاجیکستان کار کرده است. وفا نظروف سال 1963-1966 خدمت حربی را ادا کرده. بعد بازگشت از ارتش به دانشکده تئاتر موسیقی کینماتوگرافیا و تلویزیون شهر لنینگراد داخل شد و آن را سال 1972 ختم کرده به تاجیکستان برگشت. او سالهای 1972-1981 همچون سررسام استودیوی تلویزیون تاجیکستان کار کرده. سال 1981 رئیس فاند بدیعی و جانشین رئیس اتفاق رسامان تاجیکستان انتخاب شد. از سال 2009 رئیس اکادمی مصوری تاجیکستان بود. وفا نظروف سال 1968 به عضویت اتفاق رسامان اتحاد شوروی، سال 1973 به عضویت اتفاق کینماتوگرافیستان اتفاق شوروی، سال 1984 به عضویت اتفاق ژورنالیستان اتحاد شوروی و سال 1996 به عضویت جمعیت رسامان گرافیکای یونسکو پذیرفته شده بود. وفا نظروف سال 1982 برای آفریدن سلسله اثرهای صنعت تصویری دیار نازنین تاجیکستان سزاوار جایزه دولتی به نام رودکی و سال 1997 سزاوار عنوان فخری رسام خلقی تاجیکستان گردیده است.